سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیر رئیسی هستم. خیلی خوش اومدی به یک ویدیو جدید. داخل این ویدیو اومدیم با بازی من و لوردز که یه بازی استراتژیکی از نظر من میشه گفت جزء خفن‌ترین بازی استراتژیکه که واقعا بازی خفنیه که جدیدن هم اومده، خیلی هم از انتشارش نگذشته. قبل از شروع ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنید، نظر داخل کامنت برام بنویسید. در کانال دیسکوردمون هم حتما بیاید جوین شید، اونجا حرف بزنیم، گپ بزنیم، بعضی بازی‌های آنلاین و گنشین هم بازی می‌کنیم. حتما بیاید که تعدادمون بیشتر شه. بعد بریم معطلی بریم سراغ دیگه. ما وارد بازی شدیم. حالا بریم ببینیم چطوره که الان باید پادشاه و پرچممون و اینا رو انتخاب کنیم که من از این پادشاه رو ترجیح میدم نسبت به اینا. سه تا تنظیمات داره که این تنظیمات هیچ دست نمیزنم، میذارم همینا بمونه. میتونیم حالا سخت‌تر راحت‌ترش بکنیم که این مدیوم بازی همینو میریم. بعد اینجا 3 مدل داریم بالا، میتونیم بزنیم کلا در صلح باشیم، یعنی درگیری جنگ اینا نداشته باشه. این هم که عادیه، هم درگیری داره، عادی هم شهرسازی و چیز میزام داره. این هم که فقط تو خط مقدم کامل که همین اینو میریم. شروع کنیم. همین اول از نظر من الان به چوب نیاز داریم که بخوایم خونه و اینا بسازیم. باید چوب سازی. بعد اینجا از نظر من خوبه، نزدیکای اینجا مثلا میتونیم الان اینجا بسازیم، یه راه بزنیم به این طرف به اینجا. بعد الان 2 تا چوب سازی از نظر من، نه 2 تا هم نه، این یه دونه هم اینجا بسازیم بسه. اما به خدای بازیش قشنگه. نگاه کنید مثلا الان چوبو زدیم بسازیم، این مردمو ببینید همه بیل و کلنگ اینا گرفتن برن بسازن اونجا رو. حالا خودمون هم میتونیم بیایم اینجوری تو نقشه اینجا، مثلا الان ما این لوردیم. بعد اینجا مثلا غذاهامون الان چیدن، حالا با انبار بسازیم این غذاها رو بذاریم اونجا. الان بارون اینا بیاد احتمال اینا خراب شه یا خیلی بمونه بیرون. بعد حالا میتونیم بیایم اینجا. بعد الان آره اینجا دارم میام بسازم. مثلا نگاه کنید گاو الان جزئیات بازیش خیلی قشنگه. اگه استراتژیک اینا بازی دوست داری حتما بیاید داخل بازی قشنگیه. حالا سرعت بازی زیاد میکنم که اینا سریع بسازن. کجاست چوب بری؟ آره واسه اینا منابع رو نگاه نکردم. 20 تا بهمون غذا داده همین اول، بعد 20 تا به ما هیزم داده، هیچی گندم نداریم، اینا هیچی نداریم. سوختمون هم که خوبه دیگه، 20 تا هم سوختمون هست. نه خوبه اینا فعلا. با یه لورد دوست شدیم، رفیق شدیم. فقط کجا بودیم؟ خب این از چوب یه نفر میذاریم توش کار کنه، بره اینجا چوب بزنه. جمعیتمون هم 10 نفره تا الان. بد نیست الان. همین هم خوبه، قطره جمعیت. حالا الان جمعیت رو بخوایم بیشتر کنیم باید خونه بسازیم. کل این محوطه رو از نظر من خونه بسازیم که بتونیم جمعیت رو چی شده؟ چوب میخوایم. 6 تا چوب داریم، 12 تا چوب لازم داریم الان واسه این کار. حالا فعلا نمیدونیم تا این چوب جمع کنه. وایسید بذار فعلا 3 نفر رو بذارم اینجا کار کنه. سرعت بازی من حواسم نیست، بیارم بالا که اینا سریع چوبو جمع کنم واسمون. بعد که سرعت بازی آوردیم بالا، حالا بریم خونه ها رو اینجاها تو این محوطه کلا از نظر من اینجا رو خونه بشه که به این طرف میشه. کلا 6 تا خونه اینجا درست میشه. این بخش هم حیاطاشونه که میتونیم خودمون حالا بذار خونه بسازیم بهترش توضیح میدم. میتونیم حالا اینجا مثلا بگیم تو حیاطشون مثلا مرغداری درست کنن، مشروب درست کنن. بعد حالا دست خودمونه دیگه، مثلا میتونیم بگیم سلاح اینا تولید بکنن تو خونه هاشون. حالا اینا خیلی مهم نیست، فعلا خونه رو بسازیم. بعد حالا که خونم ساخته بشه بذار الان 3 نفر دیگه خیلی زیاد شد، دیگه 2 نفر اینجا کار کنن، یعنی یه گروه دیگه هم بیان اینجا. خونه ها رو اینجا سریعتر بسازیم. بعد الان یه بخشی هم لازم داریم واسه مارکت ها، یعنی یه جورایی مثل بازار باید درست کنیم یه جا رو. مثلا میتونیم این بخشو به این صورت بکنیم. این بخشو کلا یه بخش اینو بازار درست کنیم، یا اینکه
بردم میتونیم بیاریمش این برتر. بذار این بخشو بذاریم. این بخشو چیزای دیگه میسازم تو این بخش. این بخشو کلا میذاریم برای بازار. بعد حالا بذار بخشش درست کنم، از الان آمادش بکنم. ایناش این بخشو کلا میذاریم. آره خوبه، اوکی هم هست. این بخشو کلا یه جوری اینو بازارش میکنید، بعدا بیا اینجا چیز میذاشون بفروشن. الان آبم مهمه، آبم لازم داریم که از نظر من اینجا بذاریم، خیلی هم داخل شهر نباشه. بعد در اولویت قرار بدیم که زودتر بسازن، چون آب مهمه. بعد الان جمعیتمون بیاد بالا، غذا نداریم. بعد اینجا محدوده شکار کجاست الان؟ از این عقب بعد نگاه کنم. آها اینجا گلگیا داریم، میتونیم چیز بکاریم و بکاریم که نه. اینجا میتونیم بیا میوه ها رو برداریم. چون نمیاد عقب بود. این بخش هم برای شکاره، همینجا خوبه میسازی. از اینجا برن داخل جنگل، این بالا بسازیم بهتره. بعد این پایینم یه جا رو میسازیم که میوه اینا برن برداشت کنن. خونه خونه ها رو همه رو ساختن. این از این خونه هامون چند نفره؟ 15 نفر شد الان جمعیتمون. اوکی خوبه، فعلا جمعیت خوبی هم داریم تا الان. خیلی هم نه اما بازم اوکیه. بیاد یه نفر رو استخدام میکنیم اینجا، یه نفر رو استخدام میکنیم از اینجا برن. بله اینا برن الان کارا رو انجام. ببین اینجا الان یه دونه بیایم جلو ایناش. جلو یه مغازه زدن دارن میفروشن. چی میفروخت دارن؟ میوه میفروشه. از اینجا میاد میوه بر اینجا کار میکردن. میان از اینجا مثلا میان میوه اینجا میشینن، بعد میان اینجا واسه مردم میفروشن. یه چیزی یادم رفت. اینجا انبار آذوقه و بقیه تجهیزاتمون رو لازم داریم. بعد بسازیم که پادشاه اگه اینا رو بسازیم پادشاه واسمون یه سری سلاح اینا میفرسته که از نظر من اینجا بهتره بسازیم. اینجوری بهتره بسازیمشون. دوتار اینجا حالا فعلا میسازیم. اول این سلاح اینجا بسازیم انبارو که پادشاه بعدا واسمون سلاح میفرسته، که الان سلاح خیلی لازممون میشه. اینجا باید یه سری گردان و گروه اینا درست کنی. بعد الان ما هیزم و غذا میخوایم. بعد غذا رو که اینجا اوکی کردم اینجا. حالا الان غذا رو ما رو بدبخت شدیم، غذاهامون رو دزدیدن، چوبامون هم دزدیدن. الان پادشاه داره میفرسته که بکنم اومدش الان. اما اینا رو به خیال بدبخت شدیم، غذا اینامون همه رو دزدیدن. ولی الان غذا رو داریم تولید میکنیم، سوخت نداریم. یه بخشی سوخت اینجا مونده، اما یه ذره سوخت هنوز مونده، اما الان به زودی نام تموم میشه. و بازم الان خونه باید بسازیم، غذا که داریم. حالا بازم خونه بسازیم. از نظر من ببین باید اینجا هم خونه بکنیم. کلا این بخشو یه جاده میزنیم اینجا تا اینجا. همین نوک هم اینجا اوکیه. آره همینجا اوکیه. بعد پشت این سر این خونه هم بازم باید خونه بسازیم که جمعیت رو بیاریم بالا. یه گروه دیگر هم استخدام کنیم. چی شد؟ این رنگی شد. ولش کن، زیادم مهم نیست. فقط اینجا سری خونه ها رو بزنیم بسازن. الان بعد جوری خونه نیاز داریم. الان خونه که نیاز داریم، جمعیت نیاز داریم. خب الان 48% کلا از جمعیتمون راضیان که اینا خیلی خوب نیست. بعد نظر مردم رو جلب کنیم. حالا الان میتونیم تو حیات دو تا از این خونه ها مثلا میتونیم تو حیات اینا بذاریم مرغ درست کنه، یعنی مرغ بیارن تو حیاتشون. اینا رو هم تو حیاتشون بیاریم گوز بیارن که اینا فکر کنم پوست بزو یا شیر بزو نمیدونم یک لیسی میاره. اینم که تو مرغ میاره دیگه واسمون که حداقل یکم غذام داریم. این بخش هم که میتونیم آیتم های جدید باز کنیم. مثلا اینو بزنیم میتونیم خودمون زره تولید بکنیم که هنوز الان دسترسیشو نداریم. یعنی میتونیم الان بزنیم
زره میتونیم درست کنیم که حالا فعلا زره خیلی مهم نیست، الان بقا مهمتره. یکم بعد دووم بیاریم ما مثلا این الان باز کنیم میتونیم توی خونه ها میتونیم سیب بکاریم که اینا هم خیلی چیز واجبی نیست. اصلا بگم عسل باز کنیم. این چیه؟ این چیه اینجا سنگ رنگه، بلد نیستم هم چجوری باید ببریمشون. فعلا بذار بمونم اینجا سنگا. اینجا رو هم باید اوکیشون کنیم. بذار اول اینو بیارم بالا که همه مانور بدن روی اینو بسازن، بعد بیان سراغ این، بعد بیان سراغ این، بعد بیان سراغ این، بعد این، بعد این. خب اینجا به ترتیب چیدم که الان اینجا رو برم بسازن تا اون فاصله جمعیتمون میاد بالاتر. خب آقا ما الان اینجا این خونه ها ساخته شد. بعد یه اتفاقی افتاد، یه چیزی دزدیدن ازمون. نفهمیدم چی دزدیدن، اما یه چیزی دزدیدن. بعد الان فقط جمعیت میخواد. اصلا 2 نفر تو چوب بری اینجا توی چوب سازی کار میکردن. یکی از این چوب سازی اینا رو برمیداریم میاریمش اینجا توی این انبارداری کار کنه. اینجا 10 تا سنگ بود، 10 تا سنگ رو برداشت. این کاورم بعدا باید بیاریم بذاریمش اینجا. هم جاش بعد خیلی وسط راهه، اونجا بعدا چیز میشه ساخت. خب الان که داری میگه به ما الان سوخت نیاز داری که اینجا ساختن داره سوخت حالا درست میکنه فعلا. بعد این هم میاریم اینجا که غذاهامون رو جمع کنیم اینجا خراب نشن. نمیدونم این تو هم احتمالا خراب بشه، اما حالا جمع شه اینجا بهتره، نمیشه دزدید. بعد الان غذامون اوکیه، سوختمون هم تقریبا داره میره بالا. این شکار کرده داره میبره. دیگه بیشتر کارا رو اوکی شده، فقط باید یه خورده صبر کنیم جمعیت شهرمون بیاد بالا. الان 21 نفر شدیم، خوبه. بعد اینجا میتونیم نگاه کنیم ببینیم مردم چیا الان نیاز دارن. الان مردم کلیسا میخوان، آب دارن، کلیسا و مردم الان کلیسا و لباس میخوان. اوه اینا کیان؟ اینا انگار راهزنن. آره اینجا چادر زدن راهزنا. غذا اینا اوکی دیگه. آره غذا اوکیه فعلا. یه نفر الان بیکاره، بذار الان اینجا ساخته بشه بیارمش اینجا کار کنه. حله اینو میاریم اینجا کار کنه زودتر. الان اون چوبه کجاست؟ درست شده 20 تا میخواد دیگه. الان 10 تا داریم، 10 تا سنگ میخواد که 10 تا سنگ رو دقیقا داریم. اندازه اینجا چقدر بزرگه لامصب، خیلی جا میگیره. همینجا اینجا اوکیه، اینجا میسازمش که زودتر بذار باز شه. 15 تا 5 تا دیگه هم بسازن اوکیه. 5 تا سری بسازید. حل. کلیسا رو اینجا میگیم بسازن، در اولویت قرارش میدیم. حالا به جز این دیگه مردم چی میخواد؟ لباس. حالا این سری بسازه، یکم جمعیت بیاد بالا. یه نفرم تو کلیسا استخدام کنیم، یه راهبه یه چیزی بیاد اونجا. بعد الان بازم خونه میخوای. اینجا نمیتونم یه خونه اینجا بسازم، یه دونه خونه اینجا که جا داره اینجا بازم میسازم. اینجا یه دونه فکر کنم جا بشه خونه. مثلا الان میتونیم اینجا رو اوکی کنیم، یه دونه خونه بذاری تا اینجا ببینیم چه جوری میشه. اگه هم 2 تا بشه که خیلی اوکی، اما نه. آره 2 تا میشه. یه دونه میاد با حیات که این طرفی، نه همش این طرفی ساختیم. آره یه دونه ساخته میشه با حیات، یه دونه بدون حیات میاد. اوکیه خوبه. اینا اینجا تا اینجا حالا دیوار میکشی، دیوار میگه یه راه میزنیم از اینجا تا تو میپیچونی تا اینجا حالا بزنیم، بعد دوباره از اینجا تا این ته اوکی میکنیم دیگه، به اینجا وصل بشه. بعد حالا اینجا رو هم خونه بسازیم. منو فقط جمعیتمون رو باید بیاریم بالا، ذره تعداد بیشتری مردم احتیاج داریم.
کلیسا چی شد؟ آها دارم میسازن. آخرش دیگه تقریبا ساخته شد. اون شد دیگه. کلیسامون هم ساخته شد. یه نفر رو استخدام میکنیم اینجا. سنگش رو میتونیم انتخاب کنیم. همین اوکیه. چی شد؟ خانواده یه خانواده جدید وارد روستا شد که خیلی خوبه. الان فقط جمعیت میخوایم که یه خورده بیشتر شن. الان چی کم داریم؟ سوختمون خوبه. نه فعلا غذا و سوخت اوکیه، نمیخواد رو اینا فعلا مانور بدیم. الان باید یه دونه اینجا این قبرستون بسازیم که کسی مردش بیارنش اینجا دور میسازم دیگه. اینجا نمیخوام داخل شهر باشه. اینجا بزن بمونه. حالا آروم آروم بسازنش. بعد یه نفرم تو بزنیم کار کنه. بعد یه نفرم بزنیم که بره میوه ها رو برداره. یه نفر دیگر هم میخوایم. نه صبر کن. قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم باید لباس میخوان مردم. باید اینجا واسهشون این دوتا رو باید بسازیم. یکی از اینا لباسه. یه دونه اینجا میتونیم بذاریم. اینو به طرف جابجاش کنم. خیلی بدجاست. اینو مثلا میارمش اینجا. خیلی بدجایی. نه حالا مانور بدیم که سریعتر در اولویت قرارش بدیم که سریعتر بسازنش. حالا اونم ساخته بشه میاریمش اینجا. یه دونه میسازم از این بغل دستش هم اینو میسازم. حالا فعلا نمیشه اینجا به خالی شه. جابجاش کردن. این چوبه رو بیاد ببرید دیگه. این دو کار نمیکنه. بیاد زودتر این چوبه رو ببره. اوکی دیگه الان خوب شدیم. جمعیتمون هم 30 نفره. آره 30 نفر. 30 نفر یعنی نیستن ها. 30 تا افراد نیستن ها. یعنی 30 تا خانواده اومده. یعنی مثلا هر کدوم 4-5 نفر هر یه دونه از اینا. 2 تا خانواده دیگه اومدن. 32 نفر شد جمعیت. که الان یه نفرم بیکار داری. زمستون شد. حالا الان یکم جمع‌آوری آذوقه واسمون سخته. سوختم زیاد لازم داریم واسه زمستون. ببین بازیش در این حد طبیعیه. ببینید زمستون داره، آب و هوا اینا داره. ببینید در برف نشست همه جا. خونه دیگه این کدوم بودی؟ این بود ساختیم. حالا یه دونه اینو بعد بسازیم که لباسم اوکی کنی. چرا اینجوری ساختن؟ تو هم اینو خرابش کن. بیار اینجا این طرف. عجبا این طرفی اینجا بساز. اینم سریع بسازن. اینجا این خانواده جدیدی که اومده اینجا بگم کار کنه. اینجا بیاریم یه گروه دیگه هم اینجا کار کنن. بریم حالا دید خودمون یکم شهر رو بچرخیم. این کلیساه. اینو میتونیم تا اینجا اینجوری صاف ادامش بدیم. بعد حالا کجش میکنیم. تا اینجا یه راه میزنی. بعد حالا این راه رو از اینجا تا اینجا میاری. چی شد؟ ای وای دستم خورد این دیگه که اینجوری شد. حالا خیلی هم مهم نیست. حالا اینجا الان باید یه دونه اینجا معدن سنگ بسازی که سنگای محبته رو بردارن. و در اولویت قرارش میدیم که زیاد لازمون میشه. حالا چی شد؟ اینجا داشتن انبارمون رو بزرگترش میکردن. ایناش خوب شد. بزرگ شد انبار. بهترم شد. و 2 نفرم که شما میکنم که اینجا این هم بخوایم ارتقا بدیم 5 تا سنگ میخواد. چی شد؟ راه زنان یکم آذوقه‌مون رو دزدیدن. کثافت ها. حالا اشکال نداره. الان نمیتونیم کاری کنیم. یه خورده بگذره. خیلی مقادش بزرگ. یه خورده بگذره حالشون رو میگیریم. اینم میدونم مقادشون اینجا میذارن. خیلی مقاد گنده‌ای داره. آقا بالاخره زمستونم تموم شد. فکر کنم بهاری چیزی باشی. بعد الان اینجا خونه ها رو دارم آپگریدشون میکنم که وقتی که این آپدیت بشه بیاد بالاتر میتونیم ازشون یه دونه مالیات بگیریم که اگه بخوام اینا رو بگیریم بعد یه سری کارا رو انجام بدیم. بعد اینجا بزنیم اینا لولشون بیاد زودتر بالا. لولشون بیاد بالا آروم آروم مالیات میگیریم. با پولش میتونیم حالا خیلی کار انجام بدیم. این پولشو لازم داریم.
خب اینجا مارکت ها اونمه که هی داره بیشتر و بیشتر میشه. حالا اینجا هم بعد این وسطون بگم بیان بسازن. تقریبا اوکی شده همه چی. فقط یه خورده جمعیت شهر افزایش پیدا کرده، یه خورده الان آذوقه‌مون داره کم میشه. تا از این کمتر نشده بعد 2 نفرم نیاز دارم، 2 تا خانواده بیان این 2 تا جا بزنم کار کنن، یه گروه بیان شکار کنن، یه گروه دیگرم بیارم اینجا برن میوه های جنگل رو یکم بچینن. حالا الان خیلی الان این یعنی یکم مهمه، این بمونه بدبخت میشیم. خب یه دونه خونه ها کلا لولش اومد بالا، الان لول 2. حالا بعد لول 2 لباس های بیشتر لازم دارن، بعد میخونه میخوان و یه کلیسای بکنم بهتر. حالا کلیسامون هم پیش آپدیت کرد، اما فعلا یه سری آیتما میخواد که ما نداریم. سنگینا میخواد که ما سنگسازی تازه درست کردم. هنوز آنچنانی مثلا سنگ جمع نکردم. این طرف هم اوکی شد. مثلا اینا رو هم بزنم لولشون بیاد آن 2. حالا اینا زودتر لول 2 بشن، خیلی خوب اوکی میشن بشی. آقا همین بود از این پارت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومد داخل کامنت ها بگید که پارت بعدیش هم بذارم واسه تو پارت بعد. حالا میریم حالا یکم پیشرفته تر میکنیم دیگه، دوستا رو یه خورده کلیسا رو میاریم بالا، کل خونه ها رو میاریم بالا، یکم نیرو دفاعی میگیریم، یکم شاید با این راهزنا اگه توانشو داشتیم درگیر شیم. حالا یکم بزرگتر میکنیم دیگه، بازم جمعیت رو بیشتر میکنیم، خونه ها رو میسازیم. از این داستانا که کلا دوباره میاریمش بالاتر دوستا رو. اگه میخواید حتما داخل کامنت ها بگید که پارت بعدیش هم واسهتون بذارم. بعد دمتون گرم که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید، داخل کامنت ها پارت بعدی بگید که بذارم، کانال منم حتما فالو کنید تا ویدیو جدید از دست ندید. دمتون گرم تا ویدیو بعدی. فعلا